امام اعظم عرب نبوده، تاجیک بوده. امروز نزدیک 700-800 میلیون مسلمان در جهان پیرو مذهب حنفی هستند. نوجوان بود، یک روز خوابیده بود، مادرش کنارش بود. یک دفعه مادر احساس کرد که بچه تو خواب داره عرق میکنه، یه چیزایی با خودش میگه، دستاشو اینطوری میکنه، سرشو میتکنه، عرق میکنه. یک دفعه از خواب پرید وحشت زده، گفت پسرم. پسرشو تو آغوش گرفت، گفت پسرم کابوس دیدید؟ گفت ما در خواب وحشتناکی دیدم. گفت بگو پسرم چه خوابی دیدید؟ گفت خواب دیدم که سر قبر پیامبر نشستم، قبر پیامبر رو دارم نبش میکنم، حفاری میکنم با 2 تا پنجه هام. تا یه مقداری رفتم خاک برداری کردم، یک دفعه از خواب پریدم. مادر وحشت زده شد، با پسر دست پسرش گرفت، برد پیش یک عالمی. گفت جناب شیخ بعد از خدا به دادمون برسید، فرزندم وحشت زده شده، خواب وحشتناکی دیده. گفت بگو خواهرم چه خوابی دیده؟ گفت خواب دیده در خواب که 2 دستی اینطوری با زانو نشسته، با 2 تا پنجه هاش داره قبر پیامبر رو نبش میکنه. گفت خواهرم آروم بگیر، عشق به رسول خدا صلی الله علیه و سلم کل وجود پسر تو رو در بر گرفته. این عاشقه، پسر تو عاشقه، مرغ تو هم از دانه و دام آزادم، مست تو هم از جرعه و جام آزادم. پسر تو عاشقه، عشق رسول الله صلی الله علیه و سلم کل وجود پسر تو رو در بر گرفته. این دنبال گنجینه است، دنبال عتیقه هست، دنبال میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بهش گفتن تو اونجا دفنه، تو حجره ام المؤمنین عایشه دفنه، اون گنجینه اونجاست. و پیامبران هیچ درهم و دیناری از خودشون به جا نگذاشتن جز علم. هر کسی اون علم رو گرفت نصیب وافری از میراث پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته. میراث پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن عظیم الشأن بود، دستور عمل زندگی که اگر بچه های ما قرآنی تربیت بشن ربانی میشن، چون قرآن کلام رب العالمین. اگر قرآنی تربیت شدن ربانی میشن، و اگر ربانی شدن فرزندان ربانی داریم. فردا پدران ربانی میشن و فرزندان خودشون فرزندان ربانی تولید میکنن. مادر آروم گرفت، دست پسرشو گرفت، از این شیخ به اون شیخ، از این شیخ به اون شیخ، از این استاد به اون استاد. در اون زمان که نه هواپیمایی بود، نه ماشینی بود، نه امکاناتی بود، نه قطاری بود، باید صحرا رو طی می‌کردن، صحراهای برهوت، بیابان‌های بی آب و علف، طوفان‌ها، راهزن‌ها. برید داستان زندگی امام ابو حنیفه رو بخونید. در اون زمان بیش از 4000 استاد و شیخ و ملاقات کرد و زانو زد. یک شیرزن رو ببینید، یک شیرزن دست پسرشو گرفت، بیش از 4000 شیخ در اون زمان ابو حنیفه چه ملاقات کرده. همینطوری نیست.